خلاصه گپ کودکیم در ایران بودم. автовокзал رفتیم باید از تهران باید ترکیه بیام. ده تیم که بیا با اتوبوس بیایم. автовокзал رفتیم. در автовокзал سمکو همه تیار شده داریم که وقت اتوبوس میایم میشینیم. با اتوبوس میریم ترکیه. 3-4 سمکه کلون یادتاش مایده بگیم دروش کامپیوترم خرید. دم دادن اویلامو گفتن که ما میریم خرید ایران نگاه که 48 ساعت راه دارم خریدن در کره. من گفتم کودک 6 تمکه سمکه رو نگاه دارم. یا مردا کومت کجا رفته است که سازی ای کجای زور استانبول رفته است میخوام گفتن اما تعریف داره خوب کاپسول است هم خیلی کیف کردم در گپ زدنش داره. چون خیلی خوبه. بخاطر چند قدم صحبت کردم. خیلی رفت که دیدم آی طرف بچم دایده اومده است. گفتم سمکه رو بیامش دجوشه نگاه کردم یادش نیست. سمکه که در کامپیوتر دارم گرفت رفت. گفتم بخز بدم لیسا در نشده. دایدم رفتم. یا لیسا گفتم که یا سمکه دزید رفت. لیسا گفت که خیلی حاضر روش بینی میشناسی گفت کامرا. گفتم بکو گفت یفتی رئیس کامرا خبر که ما میخوامش. من دم باز دیگه. برای ما اون کسا ما دبرتون شش دبر سمکه نباید بشینه.